هلو بچه‌ها چطورین؟ سلام. امروز اومدیم ریور هچری یا کپیلانا ریور ریجنال پارک، جایی که سمنا اینجا تخم‌ریزی میکنن. یه چرخه عجیب غریبی اتفاق میفته و بعد اینجا حوض پرورش ماهی داره و غیره. یه سر با هم می‌خوایم بریم اینا رو ببینیم. طبیعت باحالی هم داره، شاید وقت کنیم بریم که خود پارک قدمی هم با هم بزنیم. همونجوری که می‌دونیم ونکووریا عشق هایکینگ دارن و کلا در حال هایک کردنن. خیلی هم مردم حواسشون به ما هست و سعی می‌کنن جلوی دوربین ما رد بشن. موافق باشیم با هم بریم این سطح رو ببینیم، بعدش با هم بریم داخلش. اینجا رو بگیر. قشنگی هم داره. خیلی خوب. ورودی اینجا با موزه است. خب من خیلی حرف نمیزنم، اینجا این موزه رو با هم بریم. چرا الان برامون توضیح بده که این جریان سمنا چیه؟ چی شد اینجوری شد؟ که تخم‌ریزی کردن و چی شد به اینجا رسیدن سمنا؟ بچه اینجا شبیه باغ ژاپنی درست کردن. دیدی ماهی‌ها رو چجوری باحال اینجوری میپرن برخلاف آب؟ سمنا بیا جلو، هنوز پرششون شروع نشد. اینور جلوتر کن. چرا ماهی‌ها برخلاف آب اینجوری میپرن؟ ما دیدی یه دونشون داره سعی میکنه بیاد بالا. از اونور بیشتر معلومه. خیلی بامزه. مایه سمن آزاد میشن و توی این تونل میانشون رو جلوتر این مسیح که اینجا میبینیم خودشون رو میرسونن به رودخونه رو. بچه اینجا یه هایی که باحال هم داره با چند تا پل قشنگ. اینجا الان بهتون نشون میدم. اومدیم این ورسد این پله رو که دیدین اومدیم این جالبی اینجا همونجوری که پریا الان اشاره میکنه اینه که وقتی درختا میافتن الان یه ریشه به این بزرگی رو سمت میبینیم. این ریشه درخته رو میبینیم چقدر بزرگه، قشنگ. این درخته الان افتاده و این ریشه درخت بوده که الان ببینیم چقدر ریشه بزرگی داره. حالا میتونیم از این ور ببینیم تنشو. آره اگه بیایم از این ور میتونیم قشنگ ببینیم که این درخت چی بوده.
و خوراک فیلم‌های هالیوودیه دیگه. فکر کنم بشه توش یه لاستافاس در بیاد. آره تمام سریال لاستافاس و بچه ها ونکوور فیلم گرفتن. تمام این قارچ‌ها و این چیزای چندش اینا همش یه چیز شبیه اینجا بوده. حالا اینم بذاریم بهتون بگم، اینجا تنه درختا که میفته برشون نمیدارن، اینجوری میذارن درختای دیگه ازشون تغذیه کنن. مثل این درخته که میبینین این افتاده، این یکی اومده اینجا روش اومده و داره شیره وجودشو به خودش میمکه و ازش تغذیه میکنه. The Last of Us خوش آمدید. شاید هم Walking Dead، شاید هم سری فیلم های توالایت. فیلم های توالایت هم همشو اینجا فیلم گرفتن. راست میگی؟ آره. نمیدونستی؟ نه میشد حد زد ولی نمیدونستم. ونکوور چون همیشه بارونه، امروز هم همش بارونه دیگه. ما تابستونیم ولی بارونه و این سبزی زیادشو و همیشه اورگرین بودنش از این بارونای زیاد داره. بر همین اینجا بهش میگن هالیوود کانادا.